سلام بچه ها، خیلی خوش اومدیم به بخش سوم چنل خودتون. توی این بخش قراره دو تا تکنیک رو با هم یاد بگیریم که خیلی کاربردی ان و خیلی به دردتون میخوره. یکیش سرضرب گیریه و یکیش هم زوم کردن حرفه‌ای تصویرتونه که توی این بخش قراره بهش بپردازیم. یادتون نره حتما ما رو سابسکرایب بکنیم و همین الان هم لایک این زیر رو بزن که یادت نره. بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، اول میریم سراغ تکنیک سرضرب گیری. اول این دوتا ویدیویی که براتون میذارم رو نگاه بکنین که بعد بهتون توضیح بدم. اینم ویدیو دوم. خب بچه ها، توی این دوتا ویدیویی که دیدین تکنیک سرضرب گیری به کار برده شده که خیلی از ویدیوهایی که داخل اینستاگرام میبینین هم اگر این سرضرب گیری رو به طور اصولی نداشته باشن و با آهنگ نباشه 100% اون زیبایی لازم رو نداره و اگر به دور از این آهنگ باشه 100% شما متوجه میشین، هر فردی که ببینه متوجه میشه و زیبایی خاصی نداره. پس حتما باید به طور اصولی زده بشه. حالا بچه ها، شما برای اینکه کارتون حرفه‌ای باشه و از اول بتونین به طور اصولی تمرین بکنین نیاز داریم به یک آهنگ بیسدار یا بیتدار مثل آهنگ‌های رپی بی کلام. خب حتما نیازی نیستش که آهنگ هاتون با کلام باشه، اینو مد نظر داشته باشین. و داخل گوگل اگر سرچ بکنین به عنوان مثال بیت خالی رپ واسهتون میاره. برای تمرینم شما نیاز دارین یه تعداد عکس یا ویدیو رو حتما داشته باشین. حالا چه عکس چه فیلم فرقی نداره، فقط لازمش اینه که چند تا عکس یا چند تا ویدیو داشته باشین که کنار هم بتونین سرضرب گیری انجام بدین. شما وارد کپکات که میشین عکس و ویدیوهاتون رو وارد میکنین و موزیکتون هم از قسمت ساوند که من قسمت‌های قبلی بهتون توضیح دادم، حالا من الان عربی کردم و اینجا نوشته واسم صوت، از این قسمت میتونم آهنگمو اضافه بکنم. از اینجا آهنگتون رو که اضافه کردین، عکستون هم اضافه کردین یا ویدیوتون اضافه کردین، شما میایین گوش میدین ببینین کجاهای آهنگ سرضرب داره. حالا دوباره ویدیو رو ببینیم. اینجا که تصویر قطع میشه و عوض میشه دقیقا سرضرب گیری شده. اگر دقت بکنین اولش داره خواننده میخونه، یه قسمتی هستش که کاملا کوبنده تصویر عوض میشه. اینجا اگر دقت بکنین یه بیت خاصی داره که شما کاملا متوجه میشین و ذهنیه براتون. وقتی این قضیه جا بیفته و ذهنتون آماده هر موزیکی باشه و سرضرب گیری رو تمرین بکنین 100% به راحتی میتونین ویدیوهای سرضرب گیریتون رو جلو ببرین. حالا ما چه کاری باید انجام بدیم؟ موزیکمون رو که اضافه کردیم سر بیت ها یا سر ضرب های آهنگ ما میایم عکس ها و ویدیوهای مختلفی رو اضافه میکنیم. اگر یک ویدیو مثل این ویدیو فیلم برداری شده باشه باید زوایای مختلف از سوژه‌مون فیلم برداری کرده باشیم که توی سرضرب آهنگ وقتی ویدیو مثل این ویدیو عوض میشه ما تصویرمون هم باید عوض بشه. پس ما وقتی از یک سوژه فیلم برداری میکنیم باید زوایای مختلفی رو گرفته باشیم که سرضرب وقتی میخوایم تصویرمون عوض بشه اون تغییر کاملا حس بشه توی ویدیومون. این کلیپ هم کلیپ مدلینگ هستش و از زوایای مختلف به راحتی فیلم برداری شده و سرضرب گیری شده. به همین راحتی، چیز خاصی هم نداره. مثلا موزیکمون الان شروع میشه. اینجا دقیقا زمانی که میخواد ضرب موزیک بخوره ما میایم یه عکس دیگه از قسمت این مثبت سفید بغل رو میزنیم، از اینجا عکس یا حالا ویدیومون رو اضافه میکنیم. مثلا یه عکسی همینجوری وارد کردم که شما متوجه بشین. اینجا که سرضرب موزیک خورد عکس من اومد، باز دوباره سرضرب بعدی، عکس بعدی. به این میگن سرضرب گیری درست. شما این کار رو باید با وسواس زیادی انجام بدین که سرضرب موزیک گم نشه. این از سرضرب گیری. پس شما میرین یه موزیک دانلود میکنین که بیت داشته باشه یا حالا با کلام باشه یا بدون کلام باشه، هر جور که خودتون راحت ترین. بعد میایین عکس‌ها و ویدیوهاتون رو از طریق کپکات و نیو پروژکت که اینجا واسه من چون عربیه چیز دیگه نوشته وارد میکنین و سرضرب گیریاتون رو
انجام میدین. حالا سرضربگیری‌های مختلف هستش که یه نمونهش اینیه که دیدین و تصویر اسلو موشن میشه، ویدیوشو اسلو موشن کرده و به صورت آهسته در آورده برای زیبایی بیشتر و اینا رو هم بهتون آموزش میدم که چجوری یک صحنه آهسته یا به اصطلاح اسلو موشن حرفه‌ای تر رو بتونین روی ویدیوهاتون پیاده بکنین. این از بحث سرضربگیری که اصلا سخت نیست، فقط نیاز به تمرین داره، یه موزیک، یه عکس یا ویدیو، چند تا عکس یا ویدیو و تمرین شما. این از این. راستی بچه یه نکته خیلی مهم، حتما ویدیو قبلی رو ببینین که این ویدیو براتون درکش راحت تر باشه. مثلا ما موقعی که میگیم سرضربگیری انجام بشه، منظورمون اینه که اگر ویدیومون هم کامل بود یا کامل نبود، بعضی از جاهاشو خواستیم کات بزنیم، میایم از قسمت تقسیم که اینجا به صورت عربی نوشته کاتمون رو میزنیم، یا به اصطلاح همون اسپلیت، به انگلیسی میشه اسپلیت، ما روش میزنیم و کات میزنه و بقیهش رو میتونیم به این صورت مثلا کات بزنیم و روش بزنیم و حذفش بکنیم اضافی کار رو. به این صورت میتونین سرضربگیری انجام بدین. این نکته رو اصلا فراموش نکنین که تمام سرضربگیری ها کات زدن و حذف کردن توش دخیله. یعنی اینجوری نیستش که فقط شما ویدیوتون رو اضافه بکنین از قسمت اوورلی و شروع بکنین کنار هم چیدن و بگین چرا سرضربگیری درست نمیشه. میریم سراغ زوم کردن ویدیومون. چجوری تصویرمون رو به این صورتی که الان میبینین زوم کنین و از زوم در بیارین و یه مقداری هم حرفه‌ای باشه، خیلی مبتدی نباشه. برو بریم. خب بچه ها، ما موقعی که میخوایم روی ویدیومون زوم نرم انجام بدیم نیاز به یک ابزار داریم داخل کپکات. اون چیه؟ اون اسمش کی فریمه. حالا این کار رو چجوری میتونیم انجام بدیم؟ مثلا من میخوام این قسمت از ویدیوم زوم بشه، باید چی کار کنم؟ میام عقب‌تر، یه دونه کی فریم باید بذارم. توی صفحه رو اگر دقت کرده باشین روش که کلیک بکنم یه علامت واسم میذاره. بعد از این روی ویدیو هر کاری که انجام بدم به صورت نرم و آهسته انجام میشه. حالا من میخوام تصویرم و بعد از این کی فریم دقیقا اینجا زوم بکنم. پس اومدم قبلش یه دونه کی فریم گذاشتم، میام جلو و دستمو میذارم روی صفحه و زومش میکنم. اینجا من حرکت زوم رو انجامش دادم و به این صورت در اومد. حالا برای اینکه این کارمون حرفه‌ای تر بشه میام چیکار میکنم؟ میام دقیقاً روی کی فریم دوم، کی فریمی که من با دستم به حالت زوم درش آوردم، میام روش قرار میگیرم و اگر دقت کرده باشین کنار یه علامت دیگه به اسم کروز باز شده. اینو که روش بزنم یه تعداد واسه کروز آماده میاره. اینجا میتونین هم به صورت دستی تنظیم بکنین، هم میتونین به صورت آماده انتخاب بکنین. مثلا من اینجا گزینه پنجمو که انتخاب بکنم به نظرم زوم نرم و حرفه‌ای تری بهم میده. به این صورت در میاد. حالا ما برای اینکه توی زوم هامون یه حسی رو به مخاطب انتقال بدیم حتما باید ساند افکت بذاریم. راجع به ساند افکت ها هم حتما بهتون توضیحات بیشتری میدم، ولی بخوایم همین قسمت رو بهتون توضیح بدیم، از قسمت صوت میایم قسمت بالا و گزینه وش رو انتخاب میکنیم که از قبل من سرچ کرده بودم اومد. وش چیه؟ وش به اصطلاح یک صدای بادی میسازه و خیلی جالبه برای قسمت هایی که شما مثلا به این حالت میخواین زوم بکنین، خیلی تاثیر بیشتری میذاره و هر ساند افکتی هم مخصوص یک کاره. ساند افکت وش هم برای این کار مناسبه که ما انتخاب کردیم. بهتون بیشتر راجع به ساند افکت ها توضیح میدم. حالا به عنوان مثال من اینو انتخاب کردم، میام دقیقاً دستم رو روش نگه میدارم و دقیقاً جایی که زوم ایجاد شده فیکسش میکنم به این صورت. حالا ببینیم چی شد. خب
همونطور که دقت کردین اگر ما زوممون رو انجام میدادیم و صدا نمیذاشتیم خیلی مبتدی بود و اون حس رو به مخاطب نمیتونستیم انتقال بدیم توی ویدیومون. مثلا جایی که دقت کرده باشین توی بعضی از ویدیوها من میام یه نکته مهمی رو میگم، دقیقاً همون لحظه تصویر سیاه‌سفید میشه و زوم میشه، یا تصویر سیاه‌سفید نمیشه و زوم میشه. اینجور مواقع چجوری اون حس به مخاطب انتقال پیدا میکنه؟ با کمک همین افکت‌های صدا. افکت‌های صدا به شدت کاربردی و مهمن و این بحث رو حتما باید جدیش بگیرین و بحث افکت‌های صدا به اصطلاح همون فوت کوزه‌گری تمامی ادیتوراست. پس این تا اینجا مد نظرتون باشه، این دوتا تکنیک رو حتما تمرین بکنین. اگرم تونستین داخل تلگرام تمریناتتون رو ارسال بکنین به آیدی علی ادیت وان، من خودم چکشون میکنم و ایرادات کارتونم بهتون میگم اگر ایراد داشته باشین. بچه‌ها اگرم تا اینجای کار از آموزش‌ها استفاده کردین حتما لایکو بزنین، سابسکرایب بکنین و به دوستاتون ما رو معرفی بکنین. خیلی مخلصیم. بریم تا جلسه بعد.